ازگیل نیست. ازگیل اون کنوس رو میگن. اشتباه گرفتم با این. میگن ازگیل ژاپنی ولی ما بهش میگیم انبه. حالا انبه هم میگیم ولی در کار اون ازگیلی که میگن اون کنوسه. فرق میکنه. با این سبب من برم آلوچه بچینم آخه. مار نباشه. مارم داره. حواست باشه. میری بالای درخت مارمولک نیافته رو سرت. مارمولک اشکال نداره. مار نیام. انبه اونوریه رو بچینه. انبه. این انبه نیست. این اسمش چیز دیگه. چیه؟ ازگیل ژاپنی فکر کنم. این که رسیده رو باید بکنم. این زیرم یه دونه رسیده. اینجا داراکولا هم داره. داراکولا چیست؟ داراکولا اون چیزی نیست که شما فیلمشو نگاه میکنین. تو گیلان به یک شکل دیگه. لابدا. لابدانش این تو معلوم نمیشه. چیه؟ آلوچه هست دیگه هنوز که نرسیده. الان من دستم نمیره تو چیزی برم بالا. روی اون واستا حلزون چی میگفته؟ حلزون چیه؟ یه کسی بود بزن بگی لکه حلزون چیه؟ ببین این آلوچه است. خلی. آلوچه یا خلی. گیلانی ها بهش میگن خلی. متاسفانه تهرانی ها روش اسمای عجیب غریب میذارن. گوجه سبز نمیدونم حالا گوجه سبز قرمز اون یکی میگفت. اسم اصلیش آلوچه یا همون خلی. اینم ازگیل نیست. ازگیل اون کنوس رو میگن. اشتباه گرفتم با این. میگن ازگیل ژاپنی ولی ما بهش میگیم انبه. حالا انبه هم میگیم ولی در کار اون ازگیلی که میگن اون کنوسه. فرق میکنه. گلوشونو این نگرد آخه ایت حیوان نه یعنی استوب بزن. این نگرد واید بگیر. این نگرد تو دسته. یه ذره اینا همین ریزه ولی یکم اون درشتاش آره. هاشو میکنن. الان همون جایی که دست گذاشتی زیرش خیلی هستش. اونا رو میتونی بکنی. اینا این زیر. آره اینا رسیده. بقیه دل درد. دیگه ما مجبوریم به خاطر اینکه اینو کامل کنیم. مهمان داریم عزیزم. مهمان داریم مجبوریم یه مقدار بکنیم. حالا زیاده در میاد دوباره. اون بالایی ها بیشتره. نشون بده. خوشگله که اینم بشورم بیام. این همه آلوچه نیست. شالان تو بلدی اینو درست کنی یا من بشینم درست کنم؟ اگه حرف نزنی صدای آب میشه.
کنیم یا تو اون؟ درار کو؟ درار نداریم. داریم که هنه هستی؟ داداشمون در تمام همین زحمت کره برباد دارن که این هم هست. بعضیا درار هم میرزن با همین تو همین روزن، ولی ما اول اینطوری میکنیم بعد درار میزنیم. نه که درست میکنم برسیم باشه اینقدر بسته درار؟ نه الان درار نه درار تو این بریز باید میکس کنیم. نه اول اینا رو بریز این تو، بعدا آخر سر درار میریزیم قاطی میکنیم. الان اینا رو برده باشه نه که شکنم فیلم میان نقایده که بیدن که بیدن قاقور بیای بینشتره بخوام برم اون بره برو بوشو برو ما دیگه ناشی هستیم، شما به بزرگواری خودتون ببخشید. ما اولین بار نه دومین سومین بار داریم خالی فشکن درست میکنیم، بلد نیست. الان تو به نظرم اینا رو میریختی اینجا درار میزدی بهتر نمیشد؟ من خیلی قشنگ ندارم مثلا، البته من نه کلا بچه‌ها کسای دیگه اونطوری هم دیدم درست میکنن، درار رو میذارن با هم دیگه له میکنن. این میبینی زیاد بزنی و هستش له میشه، تلخ میشه، چون کوچولو هم هست نرسیده کامل. من خسته شد صبح هم دیگه کنم. خب میرسیم به درار. اصل کاری جانم بیا بریز اینجا اینجوری بزن بره توش. چشم می‌بینی چی میگم؟ اینو بریز قشنگ این درار بره توش. بیا اینم به خاطر تو. آره با استفانو بیا بس کنم اینجوری میخوام بخورم بگیری بدم بخورم. بزرگتره نه خدایی چی چگو ده نمیت قبول داری؟ بیا بخورم صداش زد کن. خوشت اومدی؟ به اصلا رفتم بهشت.